سلام بچه‌های عزیز، حالتون چطوره؟ چه خبر؟ اومدیم با این ویدیو سبک جدید و نو. اصلا حال میکنین تو این چنل ببینید تو ویدیو قراره که ریاکت بریم به موزیک ویدیو جدید تویی به اسم بیا که یکم حواشی به چیز خاص درست کرد. توش از یک مجسمه نماد یک عروسک استفاده کرد که تقریبا میشه گفت یه روز شبیه تتلوی این عروسکه. من وقت ندارم جواب بدم. حالا میریم و ببینیم چه تئوریا و چه پشت پرده میتونیم از خیر این موزیک ویدیو بکشیم. بس تو دیر نشده بس تو دیر نشده حتما چنل رو ساب کن، ویدیو رو هم لایک کن. برو بریم. ولی دیجی چونمندی در زندان نیست، فقری چونمندی سانسور نیست. چونمندی در زندان نیست. خب پس 100% ویدیو یک موزیک ویدیو حمایتی است. عمو تتلوه. یه دافه رو آورده سنگین. چقدر خوبی تو؟ بیس عروسکه خیلی باله، یعنی خیلی با جزئیات تتو رو زدن. نکن این دور لب، آتیشای دور لب، گوشا، مثلا پرسینگا خیلی سنگین درست کرد. میخواستم اینم فقط رو اون شکمش اون تتو تتلو هستونه سوپر کرده. کوچه به کوچه، دونه به دونه، گوشه به گوشه. اوه صدای تتلو قشنگ فیلم سوپریار. سنگین هزینه کردم. مثل اون گشتم نگرد نیست، اگرم باشه درد نیست، کسی هم جز تو بلد نیست. واقعا سنگین رو منه اون روزای خوبم، دلم تنگ بود تنه داره، دل تنگ بودنه. پاشو بیبی منو تو حیفیم، بیا آماده شو میام نکن آرایش. انتظار داشتم یه مثلا حمایتی تور بخونه ولی اصلا ربطی به تتلو نه. یعنی آرامشو میخوام تو هم مال با حالتو بیا، جوری که دیدمت خودش معجزه بود. یه از اون صحنه‌ای که اولش اومد نره. آره ما تایپ همین منتظرم تو بده زود جلوم عکس تو بغضم گرفت من یهو میکشم عکس تو بیا بازم میشم سهم تو. نکته جالبش اینه که تتلو حتی تو موزیک ویدیو هم یه داف بلند کرده. اصلا تتلو همه جا بسته شده. رو لباسش چی نوشته؟ 1228 1228 شد دیگه. صدا تتلوه یا سبک تتلو؟ بت داره به جای باریک کشیده میشه. امیدوارم به جای خیلی باریک‌تر کشیده بشه. بسکش موزیک ویدیوه چی انتظار داری؟ پورنهاب نیومدی که. به به گنگستر به میخوام این تتو ندارم هست. اوه این تتو تن تتلو هم هست. نکنید دقت کنید الان موسو نگاه کنید دیگه. این دوتا سینه بهم چسبیده تنه و اینم حالت فیس و چهره چاک سینه هم داریم تو این تصویر و لذت کافی. لبو بده با مرام. خب نکنیم الان من با این کار ندارم. الان این عروسک
این عروسک هیچ کاری نه، ولی اون کسی که عروسک رو میگردونه اینجا این زیلاف با دسترسی کامل. یعنی یوتیوب از فردا جمع میکنم فقط سمت عروسک گردونی، یعنی میخوام عروسک گردان بشم. شغل مورد علاقه‌ام پیدا کردم، آخرین ویدیویی که تو یوتیوب منتشر میکنم تمام دیگه شغل مورد علاقه‌ام پیدا کردم، راحت دسترسی کامل داره به یک داف تمام. موتویی هم زنگ زد و گود بای. نکته آموزشی فدا سر نکته آموزشی ویدیو رو داشتیم به خاطر رفیقش داف و سیکشو زد، گم شد. رفیقم تماس کرد دیگه چی از این مثل دست رو دادن و ویدیو حمایتی بود. یعنی این موسیقی ویدیو کاملا حمایتی بود. سنگین اوپ رفقا. من انتظار دیس نداشتم ولی گفتم شاید یکم بتوفه بهش، مثلا در حد لمس، چون اطلاعات خراب شده اینا. حالا داستانشم خیلی در جریان نیستم. امیدوارم خوشتون اومده باشه. ببینین من تتلیتی 100 نیستم گردم بزنم، در اون حد نیستم خب، ولی موزیکای تتلو دوست دارم، صداش خفنه، شخصیتش نسبتا باشه حال میکنم. به عنوان هنرمند موثر توی کشور بهش نگاه کنی واقعا جایگاه بالایی داره، واقعا جز تاپ‌ها. مثلا با سلطان گلزار مقایسهش کن، اصلا لایک کن ویدیو رو، ساب کن چنلو، دیگه میخوام فضایی بری بالا، دیگه یک چیز فضانوردی، اصلا دیگه میخوام منفجر کنی. اوه ممنونم ازتون که تا اینجا ویدیو رو دیدین. لایک و سابسکرایب فراموشتون نشه. مثل همونجوری که گفتم تا ویدیو بعدی مواظب خوبیای خودتون باشیم، ما بابا رو اذیت نکنیم. بای بای.